میتونی تصور کنی یه برادر برای صاف کردن بدهیش خواهرشو معامله کنه؟ تو قسمت قبل حوالی بهش شیرین فهمید برادرش برای نجات خودش از هیچ چیز نمیگذره و حتی حاضر خواهرشو قربانی کنه. خب بریم سراغ قسمت ششم رمان حوالی بهشت. وقتی روی مبل نشست از پشت اوپن آشپزخونه فقط سر و گردنش دیده میشد. همون جایی که دقیقاً دلم میخواست زیر گیوتین بره. کفگیر رو روی بشقاب پرت کردم که صدای ترق تروقش بلند شد. با قدمی خودم به اوپن رسوندم و با اخم شهاب رو نگاه کردم. مامانم که انگار دقیقاً متوجه نشده بود پرسید چی؟ یعنی چی؟ شهاب با بیخیالی به پشتی مبل تکیه داد و گفت یعنی چی نداریم؟ قرار دختر شوهر بدیم. دختری که سن ازدواجش هم گذشته. جمشید منت گذاشته که میاد بگیرتش. خزعبلاتی که میگفت مغزم رو داغ کرده بود. با عصبانیت داد زدم پس داستان جدیدت برای خراب کردن اعصاب ما اینه؟ پاشو گم شو برو بیرون. چشاشو ریز کرد و گفت صداتو ببر دختر هر جایی. تو بزرگتر داری و من قولتو دادم. اوپنو دور زدم و داد زدم لابد بزرگترم تو مفنگی. پاشو شهاب پاشو گم شو برو بیرون. من کوره آتیش بودم. شهاب با بیخیالی پوزخند زده نشسته بود. آماده خیز برداشتم بودم که مامانم بلند شد تا کنترل اوضاع رو دستش بگیره. در حالی که مچ دستم رو تو دستش گرفته بود و قدمی جلوتر از من ایستاده بود رو به شهاب توپید. چی داری میگی شهاب؟ این حرفا چیه؟ شهاب با خونسردی جواب داد از خداتونم باشه جمشید بیاد اینو بگیره. میدونی چقدر پول داره؟ بعد رو به من ادامه داد بدبخت کی میاد یه دختر ترشیده رو بگیره آخه؟ برو خداتو شکر کن خورده به سرش و چشمش دنبالته. نتونستم تحمل کنم. دستم از دست مامانم بیرون کشیدم و فریاد زدم غلط کرده با تو. همین که تو رو تو این وضع انداخته برای جد و آباد ما بسه مردک عوضی. شهاب که انگار به ناموسش توهین شده بود با ضرب بلند شد و من بدون هیچ ترسی استوار جلوش وایسادم تا هر چقدر لازمه بخورم و بزنم. مامانم فوری خودشو بینمون انداخت و در حالی که به سینه شهاب ضربه آروم میزد گفت بس دیگه. شهاب تو هیچ حالیت چی داری میگی؟ خواهرت شیرینی خورده است. شهاب که قدمی عقب رفته بود کاپشنشو از تنش در آورد و با آرامش عجیبی گفت شیرینی خورده باشه عهد که نکرده. من به جمشید حرفشو زدم. مرد و حرفش. چشمام از حدقه بیرون زده بود و تو دلم صدای طبل جنگ بلند شده بود. مادرم رو کنار زدم و با هجوم به سمت شهاب فریاد زدم تو مردی؟ تو یه نامرد بی همه چیزی. از تقلای زیاد حوله سرم باز شده بود و روی زمین افتاده بود. بی توجه به حوله با قدم بلندی خودم رو به شهاب رسوندم. با ضربات دستم پشت سر هم به بازوش میکوبیدم و سعی میکردم به سمت در هلش بدم. حالتش نشون میداد مثل من عصبانیه اما نمیخواست درگیر بشه. نفس حبس شدهش رو رها کرد و دستم رو پس زد و گفت اینقدر جفتک ننداز ترشیده وحشی. مادرم که نمیدونست به شهاب بتوبه یا منو نگه داره با دستباجگی سعی داشت خودش رو بین ما جا بده و اوضاع رو آروم کنه. اما به من جنون آنی دست داده بود. دلم میخواست شهابو تیکه تیکه کنم. با ضربات من شهابم که تا اون لحظه پشت سرش به من بود چرخید و با دندون قروچه‌ای دستشو لای موهای من انداخت و تو دستش پیچید. پنجه پهنش حجم زیادی از موهام رو به عقب کشید که باعث شد از کمر به پشت خم شم. فوش میدادم و دستم رو مچش میذاشتم تا نذارم بیشتر از اون موهامو بکشه. درد و کشیدگی پوست سرم رو عمیقاً حس می‌کردم و همین درد باعث می‌شد خشمم نسبت به شهاب لحظه لحظه بیشتر بشه. شهاب چند بار به سرم تکونی داد و با فکی منقبض گفت به تمرگ سر جات نمیخوام قبل از اومدن جمشید زیر دست و پا لهت کنم. مامانم با بیچارگی داشت شهابو پس میزد و فریاد میکشید بس کن این کارا چیه؟ کمرشو شکستی. به دستش فشار آوردم تا ولم کنه.
شهاب با تکونی که به بازوش داد سرم و به عقب پرت کرد. تلو تلو خوران چند قدمی عقب رفتم و به کپه موهای کنده شدم تو کف دستش نگاه کردم. همونطور که دستم رو سرم میکشیدم تا دردشو آروم کنم، از همون جایی که ایستاده بودم لیچار بارش میکردم. مامانم که پشتش به من و روش به شهاب بود، انگشتشو تهدیدوار جلوی صورت شهاب تکون داد و داد زد: اون جمشید شیاد پاشو بذاره اینجا، قلم پاشو میشکنم. شهاب تو غلط میکنی برای ما شاخشونه میکشی. مگه من مردم که تو برای شیرین تعیین تکلیف کنی؟ شهاب دستشو تو هوا تکون داد و گفت: بهش بدهکارم، میفهمی؟ دیگه بیشتر از اون وای نستادم تا ببینم چی میگن. همونطور که عقب گرد کرده بودم وارد اتاق شدم. موهامو بالای سرم جمع کردم و سراغ کمد لباسم رفتم. قلبم لبریز از غم و خشم بود و حال بدی داشتم. انگار روی قلبم فشاری وارد شده بود و هر لحظه دلم میخواست این فشار رو با گریه خالی کنم. لحظه که مانتوم رو تنم کردم، شیما رو دیدم که گوشه اتاق کس کرده و زانوهاش رو تو بغلش جمع کرده. آروم آروم نزدیکش شدم و کنارش نشستم. دستی روی زانوش کشیدم و به آرامی اسمشو صدا زدم: شیما. سرشو که بلند کرد، با دیدن چشمای اشکیش آتیش به جونم افتاد. بی توجه به حال دلم لبخندی زدم و گفتم: چرا اینجوری نشستی؟ پاشو مشقاتو نوشتی؟ شیما اشکاشو پاک کرد و سرشو به علامت نه بالا انداخت. اخم الکی کردم و گفتم: چرا؟ پاشو بنویس که من برگردم. ببینم مشقاتو نوشتی، یه جایزه خیلی خوب داری. در حالی که لحظه تو چشاش برق کمرنگ امید و دیدم که درخشید، پرسید: چی؟ خودمم نمیدونستم قول چه جایزه‌ای رو دارم میدم، اما برای اینکه برق نگاهش رو نگه دارم دکمه‌های مانتومو بستم و با لبخند گفتم: سورپرایزه. پاشو بدو دست و صورتتو بشور بیا، میشینی همینجا مشقاتو مینویسی تا من برگردم. ببین چه خبره. با رفتن شیما شالم رو سرم انداختم و با برداشتن کوله پشتیم از اتاق بیرون زدم. مامانم و شهاب هنوز بگو مگو داشتن. بی توجه به حرفاشون به سمت در رفتم و به شهاب که پشت سرم داد میزد کجا محل ندادم و از پله ها پایین رفتم. وقتی در خونه رو باز کردم، پژو مشکی رنگی جلوی خونه بود و بلافاصله مرد کچلواری از ماشین پیاده شد. لبخند کج روی صورتش حالم رو به هم میزد. جمشید سلام داد که بی جواب موند. قدمی نزدیک شد و با ابروی بالا داده پرسید: جایی میری؟ دوستای قشنگم، تا اینجای داستان رو گوش کردین، لذت بردین؟ اگر لذت بردین لطفاً داستان رو لایک کنین تا انرژی باشه برای من برای ادامه داستان. با اشاره به ماشین ادامه داد: ببرمت. آب دهنم رو جمع کردم که روی هیکل نحسش تف کنم، اما به جای این کار بند کیفم رو تو دستم فشار دادم و تو جهت مخالف با قدم‌های بلندی شروع به حرکت کردم. نمیدونم چقدر راه رفته بودم و به زندگیم فکر کرده بودم، اما وقتی پا روی سنگ فرشای بتونی پارک گذاشتم به مرور چند سال آخر رسیده بودم. از همون وقتی که پای جمشید به زندگی ما باز شده بود و مادرم از اینکه شهاب بالاخره از دوستای بی سر و پاش دست کشیده بود و آدم موجهی سر راش قرار گرفته بود، شب و روزش رو شکر میکرد. شهاب قرار بود با جمشید کاروباری را بندازه و همین بهانه‌ای برای فروش طلاهای مادرم شد. اما این شادی زیاد طول نکشید و جمشید کم کم اون روی شیطانیشو به همون نشون داد. نه تنها شهاب بنده هیچ کاری نشد، بلکه از تمام بندای دنیام آزاد شد. هر روز بدتر از روز قبل و توی وادی سیاه فرو رفت. وقتی متوجه اوضاع وخیمش شدیم که درگیر مخدرهای مختلفی شده بود. هرچند جمشید همیشه شونه از این اتفاق خالی میکرد و ما هیچ نشونه‌ای برای گناهکار بودنش نداشتیم، اما اونچه که معلوم بود سیاهی مطلق جمشید بود که شهابم تو خودش غرق کرده بود. اون شبی رو که مادر و پدرم برای بار 1000 بابت شهاب با هم بحث کرده بودن و مامانم با حرفای سنگینش پدرم رو به بی‌مسئولیتی در قبال شهاب متهم کرده بود، دقیقاً جلوی چشمام زنده شد. ترسیده شیمای 2 ساله رو بغلم نگه داشته بودم و به اوضاع نابسامون خانوادم نگاه می‌کردم.
بابا با کمربند به جون شهاب افتاد و شهاب از لجش پرده از راز مگویی به نام آذر برداشت. اینطور شد که طوفانی به اسم آذر زندگی ما رو برای همیشه به هم ریخت و سایه شومش تا چند سال زندگی رو برای ما جهنم کرد. روزی که تو تصادف جاده‌ای همراه هم به درک واصل شدن روز شادی من بود. آذر رو کنار پدرم خاک کردن و ما حتی برای خاک سپاریشون هم نرفتیم چون پدرم برای ما سالها قبل از تصادف مرده بود. ساعتها روی نیمکت سرد پارک نشستم و با نگاه به زندگی شهری که تو اطرافم جریان داشت تو افکار خودم غرق بودم که با صدای مسیج گوشی به خودم اومدم. با دیدن پیام شب بخیر نادر فهمیدم حتما باید ساعت حوالی 10:30 باشه. مسیجشو جواب دادم و بلند شدم. ذهنم اونقدر درگیر بود که قولی که به شیما داده بودم رو به کل فراموش کردم و وقتی وارد خونه شدم و چشمای منتظرشو دیدم تازه قول و قرارمون یادم اومد. خودم از تک و تا ننداختم و پرسیدم مشقت تموم شد؟ با ذوقی سر تکون داد و گفت آره آبجی، تازه کلی هم به مامان کمک کردم. لباسامو روی جالباسی انداختم و گفتم خب پس جایزه دختر خوب که همه کاراشو کرده و به مامان کمک کرده چی میتونه باشه؟ چشمای از هیجان باز شدهش درمون قلب یخ زدم بود. قدم زنان روی مبل نشستم و برای اینکه برای خودم هم وقت بخرم پرسیدم خب حدس بزن جایزه دختر خوبی مثل تو چی میتونه باشه؟ قیافه شیما نشون میداد که داره تلاش میکنه حدس درستی بزنه و من دائم تو ذهنم دنبال چیز مناسبی بودم. اسباب بازی یا هر چیز خریدنی بود باید سر راه میخریدم که نخریده بودم. برای پیتزا هم که خیلی دیر بود. شیما ابرو بالا انداخته جلوی پام نشست و گفت آبجی از اون مداد رنگی بزرگا خریدی؟ نخریده بودم. من هیچی نخریده بودم. سرمو بالا انداختم و نوچی کردم. دوباره تو فکر فرو رفت و من برای اینکه بیشتر به چالش بکشونمش گفتم زود باش شیما، تو که دختر باهوشی بودی، حدس درست بزن، 3 تا حدس داری. دستمو به نشونه 3 جلوی صورتش گرفتم. شیما نگاهی به 3 تا انگشتم کرد و گفت عروسک خریدی؟ با صدای باز شدن در همون به سمت در برگشتم و با دیدن مامانم بلند شدم و بهش سلام دادم. مامانم نگاهی به من کرد که داشتم به سمتش میرفتم و بعد با بیحالی گفت برگشتی؟ به صورت بیحال و چهره غم زدش نگاه کردم. این همه ناملایمتی حق مامان من نبود. گونه مرطوبشو بوسیدم و گفتم آره مامان، زدم بیرون که دعوا مرافع پیش نیاد، شما بیشتر ناراحت نشی. پوفی کشید و با دستی که به سرش گذاشته بود گفت خوب کردی. اون عقل نداره، تو که داری. به حالت صورت جمع شده و رگ‌های قرمز چشش نگاه کردم و پرسیدم مامان خوبی؟ سر تکون داد و گفت آره خوبم. یکم سردرد دارم. گوشام هم سنگین شده. همراه مامانم روی زمین نشستم و با نگرانی گفتم نکنه فشارت رفته بالا. بلافاصله بلند شدم و حبه سیری پوست کندم و دوباره کنارش برگشتم. با لیوان آبی سیر رو بلعید و چشاشو بست. قبل از اون دلم میخواست بپرسم بعد از رفتن من چی شد و چی نشد. اما با این وضع مامانم میترسیدم دوباره موضوع رو پیش بکشم. مامانم چشاشو باز کرد و با نگاهی به شیما گفت دخترم چرا وایسادی؟ شامتو نخوردی؟ دیر وقته، فردا میخوای بری مدرسه. شیما این پا اون پا میکرد و من میدونستم گیرش کجاست. به سمتش رفتم و با دستی که به سرش کشیدم گفتم جایزت یه جای باحال شیما. میخوام پنجشنبه ببرمت یه جایی. بذار یه راهنمایی بکنم. اگه ببینیش خیلی ذوق زده میشی. حالا تا فردا فرصت داری حدس بزنی کجا میخوام ببرمت. اگه درست حدس بزنی یه عروسک کوچولو هم جایزه میگیری. شوق و کنجکاوی تو نگاهش موج میزد. به سمت اتاق رفت اما هر چند دقیقه یک بار یه سوالی میپرسید. تو نظرم رستوران رفتن بود اما میخواستم این شوق حل معما رو تا فردا داشته باشه. شیما که خوابید به اتاق مامانم رفتم. روی تشکش دراز کشیده بود و به سقف خیره شده بود. منو که جلوی در اتاقش دید بازوشو از روی صورتش برداشت و نیمخیز شد. به روش نیاوردم که متوجه اشک کنار چشمش شدم. به دیوار تکیه دادم و گفتم مامان فردا کلید خونه رو عوض میکنم. لحافشو کنار زد و با تکون سرش گفت آره باید عوض کنیم
ولی با عوض کردن کلید شهاب دست از سر ما بر نمیداره. با احتیاط پرسیدم قضیه چی بود؟ لباشو روی هم فشرد و گفت به اون جمشید حرومخور بدهی داره. اون از خدا بیخبرم گفته با هم فامیل بشیم تو میشی برادر زن من، اون وقت بدهی معنا نداره. نفسی گرفت و گفت میدونی که چقدر راحت میتونه شهابو خام کنه. قلبم از عصبانیت نبض گرفته بود. دلم میخواست هرچی از دهنم در میاد بار جمشید و برادر احمقم کنم. اما حال مامانم اونقدرها خوب نبود که خشم من نسبت به پسرش ببینه و بیشتر هرس بخوره. در حالی که سعی میکردم آروم به نظر برسم گفتم من داشتم میرفتم جمشید جلوی در بود. مامانم با هرس گفت خدا از روی زمین برش داره. آره دیدم، ولی تو نگران نباش ها، من خوب از خجالتش در اومدم. به جمشید گفتم دور تو رو خط بکشه. شهاب بهش بدهی داره، به ما ربط نداره. بلافاصله صورتش حالت غمگینی گرفت و ادامه داد. شیرین، میترسم دوباره سر همین بدهی مکری کنه. شهابو توی راهی بکشه که دیگه برگشت نداره. میدونی که شهاب چقدر بازی چشه. حالا هم که بهش بدهی داره. با نفس بلندی گفتم چقدر بدهی داره؟ گوشی منو که گرفت. بفروشه بده به بدهیش. مامانم لبشو گزید و با بستن چشاش اشکی از چشمش روی گونش چکید. نزدیکش شدم و دستاشو گرفتم. مامانم دستشو روی دستم گذاشت و گفت بدهیش خیلی بیشتر از این حرف هست. شیرین، من از این جمشید میترسم. اصلا حیا نداشت. جلوی روم ایستاد و گفت من به هر چی بخوام میرسم. حالا یا شما به میل خودتون این کارو میکنین یا بعد از چشیدن عواقبش مجبورید که قبول کنید. خب رفقای مهربونم، اینم از قسمت 6 رمان حوالی بهشت. بچه‌ها فکر میکنین عاقبت شیرین با این قولایی که داداشش داده و اون جمشید نامرد چیه؟ برای دونستنش لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین تا با قسمت بعدی همراه من باشین. خدا نگهدار.